هم میتوانیم کل سیستم روشنایی تهران رو با اولویت روستان‌ها، پارک‌ها، معابر و بعد معابر فرعی اصلی میتونیم با کمک هم کم مصرف کنیم. یعنی الان شرایطی هست، مدل‌هایی هست که هم مصرف کمتر داره، هم نور بیشتر داره. این رو ما کاملا آمادگی داریم. باز هم جلساتی رو گذاشتیم و برای این رو نهایی میکنیم که دوستان بیان پای کار بریم سمت بدیم. با ما مکاتبه میکنن از این چند ماه اخیر چندین بار مکاتبه داشتیم که شما دوستاناتون رو خاموش کنید. چون برق کمه و دچار قطعی برق هستیم، شما دوستان‌ها استفاده نکنید. ما استدلال کردیم، مکاتبه کردیم با اداره برق که چرا باید پارک و بوستان روشنایی نسبی رو داشته باشه. یه ذره کم می‌کنیم ولی کلاً خاموش می‌کنیم. ما اتفاقاً تو فصل نیمه اول سال حرفمون اینه اگه بوستان‌ها روشن باشن، خانواده‌ها بتونن از غروب برن استفاده بکنن. ما هم شرایط بهتری از لحاظ سرویس بهداشتی و نمازخونه و پارکینگ و بحثایی فراهم می‌کنیم که این کار هم کردیم. خب اتفاقاً اینا تو خونه نمیمونن که دیگه کولر رو بذار روی وسیله برقی دیگه و استدلال کردیم برای دوستان که اجازه بدید ما این برای روشن کنیم، اثر بیشتری داره در کاهش مصرف. دیگه بعد از مکاتبه کردیم دیگه دوستان تقریبا حرف رو پذیرفتن، دیگه خیلی فشار نمی‌آوردیم. ولی دو سه بار ما مکاتبه جدی داشتیم که حتما بعدم گفتن که شما خاموش نکنید، خودمون خاموش می‌کنیم. مثلا ما الان تو آبنماهای داخل بوستان‌ها دوباره دوستان میگن هم برق مصرف می‌کنه هم آب رو مثلا دوباره گفتیم ما باشه آبنماها رو فواره‌ها رو مثلا خاموش می‌کنیم. اینا خیلی اون اثری که ولی یه حرفی رو میزنن میگن شما با این کاراتون این فواره‌ها روشن مدام هم که دارید به فضای سبز و اینا آب میدید، مردم حسی از اینکه خشکسالی هست و مشکل آب برداری ندارن، مصرفشون رو کاهش نمیده. شما بیاید کمک بکنید در اینکه مردم برن به سمت کاهش مصرف. گفتیم ما باشه اگه اینجوری کمک میشه بریم ببینیم چه کمک میشه. ولی منطقی که باید درست کردم لامپ‌ها رو باید عوض کرد و مصرف